چی پای لگه ماما قراریه گرمی کلا کردین یک کم خوبه چربی دارم گرمی دارم آه خدایی یک چربیتی به شما بخونم اگه بخونی که خوشحال میشم خدایی شما بیامدین پیش به شاگرد چی مای؟ اگر قبول کنیم بله خیر بینه چشم چشم شما درد نبینه نمشته کنیم 60 به دل شما باشه 60 باشه خوبه 45 و 60 بله میشه 35 نه؟ قبوله چربیتی بخونم چربیتی خوب از اون قدیمی ها بخون که به میتقام دل ماور داره دیگه اگه که تو زندان بودیم بیتا شما همه سر گذاشته شما ما همه نگاه کردیم آی اگر شب سحر گرده بزودی الله گل از غنچه بدر گرده بزودی آی تمام گلکا پژمرده گرده الله گل من تازه تر گرده بزودی ای داد و بیداد خدا غمایدون یارا با ما داد کیف کردی؟ بله زنده باشین سلامت باشین چی گپای دیگه سلام علیکم و علیکم سلام دیده خوبی بخیری؟ جانجوره شکر نکن بله مر برار من ایکا بله برار من بشنختی مر نه بخاطر قرآن شما کنون آورد آها شما با چی رو آشپزخونه ای؟ به چی آشپزخونه؟ برار آشپز عبدالله ها بشنختین؟ بله آقا میشه 12 شب پیشترش برار من نون آوردم آشپزخونه شما بله آقا فرمایید برار من گفتن که پولا خدم قرآن شما نون آوردیم آنه گفتک 40 غوری نون بودک 15,000 بدادین هم پولا که دیگه ما رو خاطر ما برای چند دیگه؟ 12,000 دیگه گردن همه بند باشه یقینیه همین فعلا یک گیپیه باشه اگه من یک گیپی بیدن اینا میبرده مخیطی بزین رخته از اینا دیشب بدیم اینجا معتادا بر اینا بیرو کده ببرده درسته؟ قبوله بله نه شما نگفتین که صوبی میایه یعنی یا 12 رستیر شد اصلا براره ما گفتن خیر مشکل دارم بیچارا من چی بفهمم پولا به دست من دخله به دست نانه نه برار تو کجاه؟ برار ما برفتم برات چیز برات تخته حال چیکار میشه با شما؟ حالی نداره نه نداره ما گفتیم باشن کای وقتی چه خاطر بیچارا ندارم شماره برار من داری؟ نه با پیاف زنگ میزنم بله بابا خوب بخیرین شکر بیامدن در تیکون همینا بیامدن کموشه به ختم قرآن 40 غوری نون آورده بدیم بیامدن گفتم همون پولکا دیگه ما رو بدین خاطر ما به خیلی وقت لکدیم شما وقت دادین چند 12 رستیر شده میگه ما نداریم حال فعلا که نداریم اگه پیدا کردیم میاریم دیگه چیکار کنم خدا بده میارم بگیم بعد گوشی کینه بیارم خواهند دیگه خود گپ زنین سکو چی میگه کینه بیار تو ماما گردن رو بند باشه ماما جو بخشش باشه که ما مالی عروضی که ختم قرآن کردیم چیز ما یک ریپی اگه داشته باشیم به کفان شما خرچه انا پول نداریم ما همال موشا خونیم گوشنگی 6 لگه تک بزی میکنه همین بچی شما چه کاری از اینایی؟ بچی خود گپ میده دیگه بچی پیار شما اینجا بیامده پیار شما پیار از اینایی بگو بچی تا بچی شما بیامده اینجا ارسل اینگه خور بیا کش کرده که ما پولا مار بدین که ما با چکرک و فلانکه خب برار ما بگو که سبا ما میاییم به دفتر شما نه بفهم چند از میگه گردن ما باید باشید دیشب ما یاد برفته با کجا خواه بیدم
خوشته ماما جو خب من نمیدونم چی بفهم که دونه 100 روپیه به شما بمونده یا دونه 50 روپیه ها میگم امینجا بشین های کوبانی خب اینجا ما این بشینه بچه شما اویت بشینه که 40 سال میشه بابو به زیارت بشیشته بده بله بابا خود نمیده چیکار کنم خود جنگ مشتلقات تو جنجال کنم تو غیرت مردری که همه بند باشه بیار خود بیارن تو پشت تو میکنه خالو می گفت نمیده چیکار کنم نمیده چیکار کنم آخری تو گالی نداری موضوع کشمیشیه بگو میگه نداره خوب ما مغزا وقت باز اینا دادین دیگه چیکار کنم آره خب سعی کن بلکن برا رو بیایه خب برنه اینجا میشیم تا برا رو بیایه خب خداحافظ کار خوب کن تو میشین تا برا تو بیایه لازمه بیای چند خوندن رو ایرم خیالم که سیری لقد زده شاگرد منه شو همه خاله منه شاگرد شما نه شو همه خاله منه خوبه پس شاگرد شده از امرو به پیش ما هفته 3 ساعت خرج خورن سواده میاره یه ماما بله سواده خرج خورن این شب اینجا بیچاره خواهی میده موتوره بیامونه پرم بر از خاطری بیستی میده به تکیسی پرم بری میری که دبا برده با خود قهرم من این موتور زیاد شده دیوانه شدی؟ ببخش برارم ببخش چی بلایی تو به ما؟ آخه نمیدونی که اینجا آدم شیشته ببخش من که تو خیال نفره کردم یاره ای جاب نارنجی رخسار نارنجی فراری گوا شدم ز دست نارنجی چه کار کردی؟ بیلک مونده نباشی زنده باشیم بخیری سلامتی چه کار کردی؟ کارا پیش بردی؟ خوب شد اشته به همریزی کردی اینجی دیگه کده گدوله واه پیش خود شاگرد دیگه هم گرفتی نه شاگرد نه این چیزی این چیز کجایی تو این مخبخه که چه نورده اون آورده چی ما آشپزم بشینی یک دقیقه این برات پول آمده برات 12,000 این به چه مخبخه چی مخبخ نیم میگم خب بگو برارم کار داشتی؟ چی کار داشتی؟ همر کو بشناختین دیگه نه خور معرفی کردی بشناختم من پیام علیک کرد که پولکان کاین بمونده یک 15,000 که بدادین 12,000 دیگه بمونده تا که منو کارم اگه داریم بده خاطیمون بار میاره به پیر خب بگو ما خود جستنی نیم ما هم میگن جستنی 12,000 شما وقت دادیم تو خیلی بیچاره مشکل داریم همون نونو هنوز از کوم و گلو ما هنوز پی نرفته شما کیا برات پولا خاماده ما خود جستنی نیم پولا شما رو میدیم خب ما هم دیگه کلا میتونیم که بس تکین تا پولا شما پیدا کنیم ما هم کار کسیبی داریم خب بار میاریم دیگه عرب کجایه همینجا همینجا همه خودشته اون طرف ببین سلام بگو برای پیر خود ما جستنی نیم بفهمیدی که بله کدوم ما پا شما رو میدیم چی ترخ داری؟ چی ترخ داری؟ صبر کن که چند دقیقه من گپ میزنم اینجا خود دستگاه برقا بیایی دستگاه روشن میکنیم از بودم چوب ششته بودی اینجا بیکار آره واقعا مرد دیدی شروع کردی به ترق و پرق و کار کردن تو هم مثل مادر خو همین کار میکنی او هم فقط هم شروع میکنه فقط من ترق و پرق و همین وقتی که من خونه میرم یک چند دقیقه باشه ما گپ زنیم وقتی ما بچی نداریم برو برات کار خود دهم که همین بویش شیر میده میگم چی کاری شما نه این برار منه چی تو بد اخلاقیه نیه بد اخلاق حالا پولا ما میدیم اون کار میکنه چی کار میشه پولا ما پولا شما رو میدیم کاکا جو ما جستنی نیم پولکا شما رو فقط بچه بیا تا اینجا میری به خونه خوب
همون قلک نه از اون میستونی قلک میکنی داخل از اون پول 14 15 ساله داره همونا رو بده بداری از اینا که کار از اینا بچله ماما شما ما مسخره میکنی و ما دستگاه میکنه گردن ما بند باشه یعنی چی چرا مسخره کنیم آخه ما 12,000 شما پول مایم گردن ما بند باشه لالا که ننه گفته قلک نمیکنه که ما به خود گوسفند لندی بخره ارزوزری بکن میشی ارزوزری بکن کی بگو پاره کو ما 12 پول ما بگو بگیریم پولار ما پولار اینا رو ما چیکار کنیم ما میگم با 14 15 ساعتی چی نمیشه قلک دروغ پاره نکنیم ما مقصر هم نکنی اینا رو بگیر اگه پولا رو بفهمیدی 14 15 ساعت نمیشه هفته یک از ظریفه قرار که بیا از اینجا ببر از میده کنده که چی می به یک بار که ما داده نمیتونیم از این روز دیگه میخوام وقتی ما وقتی برو وقتی نمیشه وقتی ما وقتی برو وقتی گپ ما فلان که به خدا تو سلات میکنم ما اگه میفهمیم وقتی میره گیلا جان میره ساعت اینجا برو وقتی بفهم یعنی ما به مرتکه 10 لخ قرض میاد یافتی 1000 میبری خودی کله گم خود میاد من کار ندارم باشه برو خود بیارم حالا خیر باشه برو رو بیا قبول میکنه دیگه اینا فهم قبول نمیکنه باشه برو از 3 ساعت اینجا فقط باجی من بیام من اینجا به 6 تا به من هم یک بار 1.5 هزار نقد میگم برو اتا داخل بتا قلک بده بریو قبول نمیکنه اونا رو برو بوستون تا وقتی که میشه برو خوري کول بده بری ازو بده عجیب گیر افتادیم رای میکنه برات پولا خو ما فقط جستنیم خو ما خو نمیجی خوش میدین دیگه آره ما برو من آن گردن و بند باشه بسته داخل بکنن 6 ساعت شده نه چیکار کنم ببر بده برو من نگفتم برو قلک وقتی جمع که خود مقصر شیطان مقصر میکنین چرا به 12,000 پول 600 میاره چند بیاره برو ما کار ندارم برو 12,000 داریم بیای نه یک ریپی نمون برو ما 600 قبول ندارم تو به درد کن من نگو برو تو نه برو من نگفتم که برو پولار بستو ما براتون گفتم که 12,000 بده ما 600 500 خوش نداریم ما بدیم ما بار میاریم میشه که 600 پولی برای اینجا بیاریم ماما جو برو ما برو که تو سلات نکردم برو کلون خوره تو بده کشک نکو برو کلون ما من برو کلون خو میارم بده برو خدا پولا رو نده میفهمی برو گپ مفتم نازی برو بابا گفتم تعدی کنیم خودم جاربه هستم وقت جنجا کن بشتم تا برا رو بیاد گفت چی فهم میگه برو قلک پارک آخر ما 600 آورده از صبح تو برفتی آخرم خودنا جنجال کردی با تو به در خونه خوب بردم با 600 به دست دادم خب چیکار کنم برو دیونه گیلک ولی من جری وردش ماست بر بزنه گفتم نه ما 600 نه 12,000 داریم بیارین ندارین هیچی این ختم قرآن بوده این بیا اومده که ثواب مردا خو برسونه این خیرات هم رقم میشه به قرض میشه من بری بگفتم یعنی جواب تو رمیت دادم ها ولی یا گفتم برو تو نزدیم برو کلون تو بیا برو هر دو برار بده کن بودم آه صبر کن ما خودی از اینا گپ میزنم هم پول هم زور میگم خدا اگه آدم فندیات دیشته باشه پیار خدا قرض داد از این بابا یعنی چی پول ختم قرآن هم به قرض شده ختم قرآن نون میاریم به قرض سلام علیکم بخیر جان شما جو خیریت بخیر میگم برو رو خور بگردم یعنی من به بلا افتادم که رو شما رو برداشتم خود شما انصاف کنید اگر من به بلا افتادم که من برم برات کار خوب آخه این چند روز میشه به درد کن برار شما رای میکنم بچه خور و یکی رو به در میکنه یکی دیگه هم میگه من ندارم باز اون میبره به در خونه 600 ریال به دست میده 12,000 پر میشته به 600 ریال خود شما به من رای بگید که من چیکار کنم آخه من اینا رو بخریدم اینا رو مرتکب ما مفت نداد قلم به قلم از اینا پول دادم آخه ما آشپز دارم شاگرد دارم کرادکون دارم اینا رو چی رقم جواب گویی کنم برو جان معذرت میخوام نیه حال دمزران نیه جان برای بدی که خود نام افتخارانه ورمیدشون میآورد یعنی نیه ما چیکار کنم روز اول شما بیامده به ما گفتیم نیه با ما گفتیم ما خدمت قرآن شما ما این ثواب باره خوب کنیم ثواب همین رقم بغاز این چی ثواب کرد از اصلا برو رو بیشتر نوشته خود چکار کن یعنی شما بگید ما رو چیکار کنم
خلال همیش از این چند دیگه حساب شما 12000 دیگه حساب شما همین مونده 6000 به جمع من رفتی 1000 فوق العاده خود نمیارم درده با هفته 1000 برو راه نداره. من شاگرد دارم، به شما گفتم، به کارا دیگون دارم، من مصرف دارم، نمیشه به زیر او برام چی جواب داد اوی چی برفته بچه مربوط برده بدم سراغ 600 به دست داده. هفته 1000 گفته تو بیا در خونه بگو. خود تیار یعنی بعد ورز ما قبول کنه چکار کنه نمیشه نیه برو. من میدونم هر چی میدونم القدر قربونی مشتر من میتونم شما به دست مردم از شما مجبورم بستونم بزنم. قبول دارم که شما هم مشکل داری من درک میکنم شما وقتی که نباشی یعنی چیکار لالا جو سر روز دیگه شما رو وقت بدم تا سر روز دیگه با من پول تیار کنم. سایکو برو جان من هفته 1000 نمیشه دیگه راه ندارم. من نمیتونم. من جواب از این مردم دادن نمیتونم. 100 نفر اینجا خنگیر به منه. چرا که من میچین سبب بخریدم بیاوردم. سر روز دیگه لالا به شما وقت بدم بعد از سر روز تو شما و برور شما 12000 دیگه رو به دفتر بیارین. دیگه بیشتر از این اگر این دفعه بیام آدم لالا از ما و شما گندگی میشه. انا موقع در ما به شما بگو. مدت پس هم شو جو ما وقت بدین آن امروز هم سه شنبه یعنی تام شب جمعه شما رو وقت شب جمعه لالا 100% از هر جا میکنی بعد پول مرتیار کنی. خوبه چشم بفهمیدی؟ چشم کار خوب کردی بیاریم به دفتر بیاریم که دوباره ما سرگردون نشم لالا. خوبه خیر خدا حافظ. راست میگفته که نه کسی قرض نکن قرض میکن خرج نکن وای این بدبختی نه مدرسه برورا بیشتر نمیشم ما گفتم باشه که پول جمع کنیم بعد دو خدمه قرآن نگیریم اینو جلویتر برسن مردم خبر کردم برسن از آشپزخانه نان آوردن حالا به بیا تون بده